خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از چنل اوتاک گیمر. امروز اومدیم بریم لیوایتن بزنیم و وی4 دراکو رو بگیریم، ریس دراکو. اگه مشاهده کنید ببینید که اینو 500 کردم مستریشو تا 507. بعد گان دراگون استورم هم 500 کردم با پارگی. وا اصلا خیلی سخت و نمیخوام یادم بیاد که چه دردی کشیدم. و الان یک گروهی جمع کردیم که بریم برای لیوایتن. خب برایدم کردیم، یه دونه فرگ من دادم، بقیه رو رفیقا دادن. الان قراره بریم و امیدوارم بیاد. دیشب تست کردیم نشد، این دفعه امیدوارم بیاد. برو بریم دیگه. چیت هم که زدیم من چیتر نیستم دوستان، من چیتر نیستم. من کل این بازی رو شرافتمندانه آوردم بالا کنترل. ولی اون آدمی که اونجاست سکوت، اون آدمی که اونجاست چیتر. من اسممون یکی از لوفی است ولی من نیستم. نه سرعت زیاد. چی اومد؟ برگشتیم؟ پریستوریک آیلند بس ببینیم. واستا ببین. وات؟ گرافیکم پایین بود نیدم. والکینو اومد. آدی شانس آخه والکینو. چه جالب. یه والکینو نشه؟ یعنی هیچ وقت ویدیو من درست در نمیاد. یه بار که میریم برای لیوایتن دراگون اگ داد. آره شد 4 نفری. 5 تا دراگون اگ دارم. 5 تا چه خبره؟ دراگون نمیده. دیگه برو بریم دوباره سراغ لیوایتن دیگه. این خدافظی هم کنیم با اینو. بای بای پرستریک آیلند. نمیخواستیمت ولی خوب شده بود. برو بریم لیوایتن انقدر زود بیاد. اصلا این ماگما چی؟ والکینو خیلی سریع اومد. اینو لیوایتن بیاد. خدا. بیا. وای پاره شدیم اصلا نمیاد. ببین فولمون شد. اگه کیتسونه شراین بیاد دقیقا همون اتفاقایی که توی ویدیوی والکینو داره میفته داره اینجا هم میفته. فقط لیوایتان نمیاد. خدایا اصلا درد. امیدوارم یه کیتسونه شراین حداقل بیاد یا خود لیوایتان. چیز دیگه ای نمیخوام. یس لیوایتن یس. واسه ببینم گم شدم کجاست. اوکی اینجاست. وایستادم چیه؟ کو خب من اینجام. کو من نمیبینم. صفم سفیده. کجایین؟ نه دیدمش. وای حاجی ریدم. بابا چیتر بدبخت. حالم از چیت به هم میخوره. اوکی بریم. فروزن دایمنشن بریم. استکو پیام استکو. الان دارن برمیگردن. یس بالاخره. وای پاره شدیم. خب برو بریم. لیتس گو. اینا اومدن بالاخره. اوه یس بالاخره. وای پاره شدیم. برو بریم. اسکن. آها برو بریم. Let's do this bro. بس ببینم نگو باگ خورد. من چرا اینجام؟ ما چرا اینجاییم؟
اوکی باجی نت ریده برای من لود نبود الان لود شد. سلام عمو، برای بار 8 داریم میایم بزنیم. حاجی امبار روش کار میده تا حالا بودا. بابا کشتی این بغله، من فعلا بغل کشتی هم دارم میبینم. خب کدوم پاشو بزنیم؟ این پاشو بزنیم. یکم نمیاد. اوکی اینو بزنیم. چقدر سخته با بودا. به اندازه شست دمیج بدیم که اگه شد بده. اوکی نصف شیلد اولش رفته. ببینیم چقدر طول میکشه دیگه. من برای میتیکال اسکرول هم نیاز داشتم. خوبه الان با یه تیر دو نشون میدم. 2 تیر نشون زبون ها از دست اوکی من اینجا نمیرم. چقدر سخت کنترل این. اسمش بود دراگون تنه. بذار همه پاهاشو کم دم پا که دومشو دمیج کنم. سه تا داد. اوکی حالا این آها اینم آخرشه ایزی. بذار ایو. اوکی بریم. تو صورتشم این پاش بود. دارم میزنم یکی نمیدونم کدومه. همونه. ترکید 5 تا اسکیل. برو بریم. بعدی به من 5 داد. به من اولی 3 داد. به تو چند داد؟ بس مشکل است. اوکی دارم میام. نتر کنیدش به من هیچی نمیدی. یو از آیس متنفرم کلن استانی. پایقت وای خیلی تکون میخوره بیشرف. وای بودو نت بابا من که دشت زدم. خیلی این قدرتش که شوت میکنه آدم رو مخه. وای دومش اینجاست. بزنش داره میره رو اعصابم. بابا چقدر دوره. تکون نگاه کن آخه بس دیگه. اینم 3 تا داد. 3 تا کلا گرفت. کلشو بزن. کلش کو واسه ببینم کلش کو. وات نمی اینو من میرم رو کلش راه برم. رفت. وای ابیلیتی نزن بیشرف. بزن. امبار میشه زد. نه نمیشه. بمیر. نمیشه. اینم دمش خورد. اینم از این. وای این تورنادوش واقعا رو بود. کله رفت واسه ببین خودش. بزنم اینو بگیر. این داج میده هی میره تو زمین لاشی. یه جا بمون دیگه الکی داری تایم رو جمع میکنی. تا دیروز اینقدر سخت نبودن از سر ویدیو اینقدر. بابا رفت پایین. بابا یه جا وایستا. اینم از تو. بزن رگباری بزن. بابا رفت پایین. شما کنم که بزنیدش بلوش. وای تورنادو. باشه من میرم کشتی اون وره. من میدونم کجاست. خیلی ولی دورا. منم صفم آبی شد. بذار برم سراغ کشتی. حس عجیبی دارم. نمیدونم کشتی کجاست. نمیدونم. دیدم کشتی دیدم. اینجاست. بزنیدش. پیداش کردم. داره میره. قلبش همونجا که میمیره اسپام میشه. خب من میرم سراغ کشتی. الان تو کشتی هم نشستم دارم میرم.
ای سفر دور. برو بریم سراغ کلش با کشتی میام. دارم میام خیلی نزدیکم. دارم میام. ایزی اومدم. من کشتی این بغل گذاشتم دیگه. خیلی جای ضایعی همه میتونیم ببینیمش. خب زدیم جیدی. لیتس گو. آی یو بذار آخرین ای نشد بزنمش. اینم از تو. برو بریم. لیتس گو. بذار من بشینم پشت این چیزش بیلکش. من بلدم. برونید قلبو برید. قلب. خب برو قلب. برو. ای قلبو دیدم. ای وای حاجی لود. وایستا میتونم بزنمش. گرفتم. آره گرفتم. برو بریم. گرفتم. لیتس گو. من دارم میگیرم از ترسم نیم. منم پیاده میشم که دیگه بریم فقط. لیتس گو. لیتس گو. فروزن هایدرا. برو بریم حاجی. یادم رفت ویدیو بگیرم. اون تیکه که یخ میزنه شرمنده. بریم. برو بریم. فروزن هایدرا. الان فقط باید بریم اون قلبو باز کنیم. در رو باز کنیم. قلبی که بودیم. برو بریم. دوجو دقاقون. الان باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید روشن کنیم حاجی. آتیشا رو روشن کن. او دراگون ترن رو بگیر دست. چرا ریست کردی؟ اوکی برگرد. لنترنا رو باید چجوری روشن کرد؟ بس ببینم. او هر چیزی برای خودشه نه؟ الان دراگون ترن اینه. نت پیام بد بگیر. وای دلم داره بشون. صدات میاد. صداتو من دارم. بس ببینم این دوستان واسید ببینم دراکو شدم. گفتم تست کنم با دراکو. تیکی رفتم. واسید برم هایدرا دوباره ببینم الان. هیچ ایده ای ندارم چجوریه. دکمه‌شونو میزنم روشن میشن بعد دوباره خاموش میشن. الان فکر کنم بشه دیگه چون تبدیل شدم به دراکو. بریم تست کنیم سریع. الان اولی روشن شد. آره روشن شد. بس ببینم چه اتفاقی افتاد. الان روشن شد. درش داره باز میشه. چی داره میشه نمیفهمم. پیام چیکار کردی روشن شد؟ منم دراکو هم نمیشه. او نه باز شد. برو بریم پایین. لیتس گو. بالاخره. واه اینجا اسمش چی دومینشه؟ The Journey فلان بسار. اوه Interact Your journey is nearing. اوکی الان فقط باید بریم والکینو پیدا کنیم. بنازم باید برگردیم بالا الان. آقا تمام. آره الان تمام. باید برگردیم بالا. درش دیگه برای همیشه باز میمونه. خب دوستان عزیز مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و اینم از این لیوایتن. بعد پارگی حالا 3-4 بار تست کردیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تو پارت بعد فکر کنم بریم برای تریال رفتن برای این دراکو ریس و باید بریم بعد 5 بار یا 6 بار این والکینو ها رو پیدا کنیم و بریم توشو و پارگی و امیدوارم خوشتون بیاد. خیلی ممنون. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی. بوس بای.